تجلیل از بزرگان سنت ماست. به نام آنکه جان را فکرت آموخت. از این حسین عزیز گفتن هم سخت هم آسونه، چون خودش اصلا آدم سهل ممتنعیه. من سعی میکنم اون ممتنعش رو وارد نشم، چون خیلی سخت میشه. اصلا یک فیلسوف تو اون ممتنعه، دیدگاهش نسبت به دنیا، نسبت به همه چیز. اما توی اون سهلش وارد میشم، یه خورده کار خودم رو راحت میکنم. سالهای ساله که حسین رو میشناسم، از دهه 50 1353 وقتی که کارگاه نمایش کار میکرد توی گروه آشوربونیکا و حتی اگر نقش کوچکی هم داشت بزرگ مینمود، یعنی توی چشم بود. از همون موقع ها میشناسمش. بعد دیگه خیلی این دوستی نزدیک و نزدیکتر شد تا اینکه این شانس رو آوردم که باهاش تو صحنه نفس بکشم، در کنارش باشم و همیشه باعث شعف و شادی گروه بود، حتی وقتی که دلش پر بود، که همیشه پر بود. حتی وقتی که این بیماری مهلک سراغش اومد، هیچ وقت خنده از لباش دور نشد و چیزی که حسین رو نگه داشته بیشتر این روحیه خوبشه، روحیه با محبتشه، روحیه پاکیه که داره و امیدوارم که سالهای سال ما هم چنان از نعمت بودنش برخوردار باشیم. یک چیز جالب دیدم اینجا توی این نگاه کنید، حسین همه رو با یک چشم میبینه. یعنی من فکر نمی کنم که واقعا کسی پیدا بشه حتی موقع عصبانیت‌های که اون میره توی ممتنع بودنش، تو عصبانیت‌هایی که داره بازم شیرینه حسین. حداقل برای من اینجوری بوده و فکر میکنم برای همه اینجوری بوده باشه و نمیتونم یادی نکنم از این 2 ماه گذشته که من توی یادداشت‌های روزانه‌ای که دارم تحت عنوان زیافت‌های حسین ازش یاد کردم. میاد خانه تئاتر، خونه خودش و همه ماها رو مهمون میکنه، از کوچکترین، از شستن، از آماده کرد، همه کارها رو خودش انجام میده و غذاهایی به ما میده که این روزا خیلی 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 کم گیر میاد، چون با دلش اون غذاها رو برای ما میپزه. و همونطوری که گفتم زیاد نمیخوام وقت رو بگیرم، اما اون دوران اون یعنی ور ممتنع و فیلسوف حسین خیلی جای بررسی داره که واقعا جاش اینجا نیست. از خدا میخوام که روز به روز حالش بهتر بشه و همچنان شادی‌آور باشه برای ما دوستانش و تک تک آحاد ملت ایران. سلامت بمونی انشاءالله.